اون مثل داداشم بود، یعنی اگه نگرانی داشت و کم بود، ناهمواری داشت راش و کج بود، گذر ماها سخت بود و ناراحت بود، یکی کنارش تا آخر بود، حتی اگه باش قلب دغدغه‌اش دغدغه‌م بود، خنده‌اش قهقهم بود، بد با شرط میزدم مصلحت، مشکلا برطرف در حد توانم، بهش یاد دادم در حد سوادم که اگه خیلی ها برنده نباشن ولی پیروزن خسته نباشن. خودش میدونه با کیم، آسمونش اگه ستاره نداشت با چراغ قوه بالا سرش بودم، اگه لخت میشدن بالا پرش بودم که پرواز یادش نره، حفظ بکنه آسمونا مالمان، حتی اگه باشه سلول درش صفر. تخم چشم نشون میدادم کلی نکته بهش.